خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 6 سپتامبر سال 2022 خبر داد که دوشنبه در یک اقدام کم سابقه برای کمک به ضرردیدگان آبخیزی‌های خرابی‌آور اخیر به پاکستان به مبلغ 1,200,000 دلار یاری‌های بشردوستی می‌فرستد. قرار معلوم بر اثر آبخیزی‌های یک ماه آخر در پاکستان دست کم 1265 نفر جان باخته 33 میلیون از اهالی این کشور ضرر دیدند. همچنین بر اثر آفت‌های طبیعی در پاکستان بیش از 1 میلیون منزل استقامتی، راه‌ها، پل‌ها و دیگر انشاءات اینفراساختوری و زمین‌های کشاورزی پوره خراب گردیدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت وابسته به حالت مرکب ذکر شده با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، فرمایش کمیسیون دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به حالت‌های فوق‌العاده قبول گردید که در اساس آن به مردم جمهوری اسلامی پاکستان کمک بشردوستانه جدا کرده شد. کمک بشردوستانه از 500 تانه آرد، 500 تانه آب نوشابه، 500 تانه انگشت سنگ، 1000 تانه سمنت و 2000 عدد شیفر عبارت می باشد که وزن عمومیش بیش از 300 تانه و مبلغ 12,200,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. گفته می شود که کاروان ماشین ها با کمک بشردوستانه روز 7 سپتامبر به راه می‌براید. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرده است که اقدام ذکر شده نشان دهنده سیاست بشردوستانه و حسن همجواری رهبر دولت تاجیکستان می باشد. تاجیکستان تا کنون اساساً خودش از کشورهای دیگر یاری‌های بشردوستانه دریافت می‌کرد، ولی خیلی کم واقع شده است که به کشورهای دیگر یاری بشردوستانه بفرستد.